بیاید بهتون بگم که این شیشه سس چجوری تبدیل به این بانکه زیبا میشه که برای خرید بانکه دیگه نیازی نیست هزینه زیادی بپردازید. برای این کار به یه همچین وسیله نیاز دارید که بافتتون رو انجام بدید. یه شیشه نیاز دارید و نخ رافیا. نه اول میخوایم که در ظرف رو ببافیم. برای این کار نخ رافیامون رو به اندازه بیشتر از در ظرف برمی‌داریم، به طوری که 4-5 سانت از هر طرف اضافه در نظر میگیریم و طبق تصویر با قیچی میبریم و 16 تا ما باید از همین داشته باشیم. اینجا من 4 تا دسته بندی کردم و 4 تای دیگر رو 2 تا 4 تایی رو کنار هم میذارم. این دسته پسرم که نمیذاره فیلم بگیرم. خب 4 تای بعدی رو ببینید طبق تصویر با دقت نگاه کنید بچه ها. فیلمو از زیر یکی از 4 تایی عبور میدم و از روی اون یکی هم رد میکنم. بس دسته 4 تای بعدیمو از زیر و از روی 2 تا دسته دیگه هم رد میکنم و اون یکی رو برعکس. وقتی اون قبلی رو از زیر رد کردیم بعدی رو از رو رد میکنیم. طبق تصویر نگاه کنید. حالا یه نخ بلند بر میدارم و از وسط تا میکنم. وسطش رو پیدا میکنم و نخ رو از زیر یکی از 4 تایی رد میکنم تا به وسط نخی که تا کردم برسم. برای اینکه بافتم رو انجام بدم اون نخ بلنده رو یه پیچ میزنم، 4 تای بعدی رو ازش عبور میدم و دوباره یه پیچ میزنم. طبق تصویر نگاه کنید. یه پیچ میزنم و 4 تای بعدی رو از داخلش رد میکنم. تقریبا این کار رو توی 2 دور انجام بدید. بعد از اینکه 2 دور کامل رو بافتید بعد 2 تا جدا میکنید، نخاتون رو میبافید. ببینید طبق تصویر نخ رافیامو یه پیچ میدم و 2 تا رو ازش رد میکنم، همینطور تا آخر، تا جایی که اندازه بافت من اندازه در ظرفم بشه. بعد از اینکه بافتتون تمام شد با چسب قطره‌ای روی در ظرفتون یا روی رافیه، بهتره که روی در ظرفتون بریزید چون این سریع روی رافیه خوش میشه و من دوباره این کار رو تکرار کردم و روی در ظرفم چسب ریختم و بعد چسبوندم. بعد از اینکه چسب زدید و کاملا خشک شد، حالا طبق قالب ظرفتون همون بافت 2 تا 2 تا رو ادامه بدید. بعد از یه نکته که اینجا باید رعایت کنید، بعد از هر بافت اون نخ بلنده رو یکم بکشید تا اون فرم قالب در ظرف رو به خودش بگیره. بعد از اتمام بافتتون آخر سر اضافه ها رو داخل چسب بزنید که دیگه نخاتون جدا نشن و هرچی که نخ اضافه رو داخل ظرف موند بقیهش رو قیچی بزنید. اول چسب بزنید بعد قیچی بزنید. برای خود ظرفتون رافیا رو به اندازه تا جایی که میخواید بافت بزنید اندازه میگیرید و به تعداد همون 16 تا برش میزنید. 16 تا که قیچی کردید مثل بافت همون
در ظرف انجام بافتو مثل همون انجام میدید. اول 2 دور کامل 4 تایی رد میکنید و بعد تا آخر 2 تایی ها رو رد میکنید، مثل تصویر که یه پیچ نخ بلنده رو یه پیچ میدم و بعد 2 تا رو ازش عبور میدم. هر جا که نختون کم اومد میتونید نخ بعدی رو با چسب به اون نخ قبلیتون اضافه کنید. هر جا که سوال داشتید میتونید تو کامنت ها ازم بپرسید. ممنون که با لایک و شیر کردن ازم حمایت میکنید. حتما برای دوستاتون بفرستید تا برای این بانک ها هزینه میلیونی ندن.